тоҷик кӣ ҳаст ва сарчашмаи тоҷик аз куҷост? Ёки тоқи пӯшам бисӯзан камтар. منم دارم یک توقیت دیگه. بپوشید داشته باشید مرحمت بپوشید انا مرحمت بسوزان کمتر. اینم که گفتین در مورد انا توقی اصلا از تاجیکستان هستم، از بدخشان هستم، از درواز هستم. سلام و درود با کلی مردمی پرسبانان اهل دنیا، علل خصوص با تاجیکان تاجیکستان. امروز ما در شهر لندن بریتانیا کبیر قرار داریم با یک برادر تاجیکستانی، تاجیک اصیل، داغی خدا برادر. سلام درود برادر، خوب هستید؟ صحت سلامت زنده و سربلند باشید. خیلی خوشحال هستم که با شما من شناس شدم و امروز در این شهر لندن قرار داریم، در این هوای خیلی زیبا و آفتابین. شما کی هستید؟ از کجا هستید و چی کار و فعالیت میکنید در بریتانیا کبیر؟ مرحمت. یک جان سپاس از شما از فرصت و اینجام که شما را دیدم. واقعا من قبلا هم که گفتم زیاد میشنیدم در رسانه ها و کارهایی که شما فعالیت داشته در این یوتیوب، تیک تاک، دیگر فکر کنم اینستاگرام اونجا هم هسته و من بسیار خوش می آمد از کارهای شما، از زحمت شما که شما کوشش میکنه که بیشتر مخصوصا جوانای ما، نسل جوان ما که بسیار در تمام گوشه و کنار دنیا پهن شدن، بیشتر در مورد تاریخ خودشو، هویت خودشو، زبان، ادبیات، جغرافی که ما اصل ما از گذشتگان ما هستن معلومات پیدا کنن. و من راست بسیار خوش از این هستم که واقعیت بگم مثلا من به حیث یک دانشمند هستم و کارهای پژوهشی میکنیم، بیشتر یک کتاب و مقاله مینویسیم ولی اینا خیلی در یک سطح اکادمیکی هستن و زیاد وقت مثلا خواننده تاجیک اینا رو نمیخواند. متاسفانه کتابخوانی هم بسیار سطح پایان است در کشور ما و عموما در جهان معاصر نسل جوان. ولی کاری که شما میکنه یعنی که یک چیزی کوتاه هست برای 2 دقیقه، 3 دقیقه، 5 دقیقه ولی یک معلومات بسیار خوب برای اینا پیشکش میکنه و من از همین خوش بدم و به همین خاطر هم خواستم شما را تشکر کنم. و موضوع در مورد خودم گفتنی هم است که قبلا هم گفتیم اصلا از تاجیکستان هستم، از بدخشان هستم، از درواز هستم و ما زمان دانشجو بودیم و در دانشگاه خارق و از اونجا یک امکانیت هایی بود که امین استیپندی که ما میگیم عادتا یا به زبان انگلیسی اسکالرشیپ میگن و ما با می موفق شدیم و این دیگر امکان داد که زبان انگلیسی بآموزیم، یک ذره از این کامپیوتر، این علومی که دیگه در جهان معاصر بسیار امروز بگیریم که یک چیزی تکنولوژی یا آموزش جدید است، از این معلومات بیشتر پیدا کنیم و اینجا آمدم در دانشگاه لندن 2 سال خواندم و بعد از او موفق شدیم که در دانشگاه آکسفورد برم و در اونجا هم 2 سال دیگه درس خواندم و دیگر بعداً با برگشتم در لندن و در دانشگاه لندن دکترای خودم گرفتم در مورد علوم سیاسی که بیشتر در مورد کشورهای پس از شوروی بود و آسیای میانه برای من مهم بود و آموزش در مورد تاریخ گذشته ما و چی حرفا و چی کارهای گذشت در زمان شوروی که مثلا یک تاجیکستان برای ما توفه شد ولی بسیار یک تاجیکستان کوچک و ما را از مرکزهای فرهنگی و تاریخی خود به نصیب ساختن. تشکر زیاد برادر گرامی. البته که من کمی در بینای شما که در شهر لندن مرکزی آقاخان یک سرگشت کردم، بسیار با من معقول شد، بسیار زیبا، بسیار چیزای تاریخی فرهنگی. البته که تاجیکانه گویم پرسی اما تاجیکانه گویم اشتباه نمیکنیم، پیشنهاد کردگیش هستند و من دیدم که بسیار نفران در اینجا میبیان شناسایی میکنن. امیدوارم که نامی تاجیک رو در آنجا یک قیدم میکنن، چون که من در وقتی که یک سفر داشتم در ازبکستان در شهر تاشکند یک آثارخانه در اومدیم، باور کنید همه آثارخانه گشتم، با همه هم صحبت شدم، یک نامی تاجیک در آنجا نشنویدم و مخصوص همون نفری که یک اویدی تاریخ حرف میزند و چیز میگوید نشانه میکند از یادم نیست به تاجیکی چی میشد. سوال کردم که تاجیکان کنی هستند که جواب نداد به من، خاموشی رو انتخاب کرد. خب به هر حال من اینجا یک چند تا کتاب رو از شما گرفتم. ببینید تاجیکانی باباجان غفورов، من تاجیکانی باباجان غفورов با زبان روسی خوندگی هستم، با زبان تاجیکی افسوس که نه. و اینجا یک چند تا کتابای باباجان غفورов تاجیکان اواسто باور کنید
авастуе ман хондаги нестам, афсус ки хондаги нестам ва шумо беҳтарин кор мекунед. Шумо ба ҳайси олими ториху ҳуввияти мардумони порсизабон, алахусус тоҷикон, тоҷик кӣ ҳаст ва сарчашмаи тоҷик аз куҷост? بسیار خوب گفتی و تشکر باز معرفیت بیشتر معلومات دادن برای شنونده. موضوع تاجیک راستی بسیار بحث طلب است. هنوزم یعنی مفهومی تاجیک در نظر دارم. مفهوم زیاد بحثی زیاد دارد یا بعضا میگن داغدار است. ولی یک نقطه رو بگم که می کتابی که آماده کردیم و ما با این کتاب برمیگردیم با نام تاجیکان، یکی از کاملترین پژوهشات در مورد تاجیکان انجام دادیم که 2 جلد کتاب است و به زبان انگلیسی است و در او بیشتر از 50 نفر سهم گرفتن و در مورد خودی امی واژه تاجیک میگیم یک دوستی ما از هموطنهای ما پرویز ملاجان خودش نوشته است. بسیار یک مقاله عالی است، چون که واقعیتی است که در مورد واژه تاجیک بحثا زیاد بودن. از نیمه قرن 19 شروع شد، اول اروپایی‌ها و بعدا دانشمندای روس شوروی و هر گونه نظریه ها است. و یک نظریه که من شنیدم که در شتلند هم که بوده در موردش صحبت بود زیاد وقت بران هستند که این یعنی که یک قبیله از یمنی عرب با نام تای بود و اونام گویا که با لشکری عرب وارد این سرزمین شدن و کلمه تازی هم گاهی که اشاره شده است به عربا و از اون قبیله دیگر این نام کسایی که مسلمان شدن در این سرزمین برای اینا باقی ماند یا بالاخره بگیریم یک مفهومی که هویت اینا را افاده میکرد. ولی بحثا زیاد بدن و ما میدونیم که استاد صدرالدین عینی یک مفهومی دیگره که یعنی که مسئله تاجدار بدن، ولی تاجداری که استاد عینی میگه بسیار اشتباهی و سیاسی گردید زمان شوروی مخصوصا و بعد از شوروی. اصلا استاد عینی اشارهش این بود که مردمای آریا تبار بودن، تاجیک‌ها یعنی گذشتگان ما که در این سرزمین بودن، بگیریم که خلقای ایرانی تبار بودن، مثلا خوارزمیا بودن، سغدیا بودن، باختریا بودن، سکایی‌ها یا سیفیام که میگیم، آستینیا هستن که ایرانی شرقی هستن، با زبان‌های ایرانی شرقی صحبت میکنن، باختریا بودن و دیگر خودی پشتونا هستن که قبیله بسیار بزرگ هستن، یا تعداد زیاده که امروز در 4 کشور تاجیکستان، افغانستان، شمالی پاکستان، چین هم که هستن با نامهای پامیری زبان، همه اینا زبان‌های یعنی خلق‌های ایرانی تبار هستند و اینها هم با هم بسیار یک پیوستگی نزدیک، زباناشو هم خیلی نزدیک بودن، یک دیگر شاید در یک زمان خوب هم درک میکردن ولی با مرور زمان دورتر شدن، فرق هم بیشتر شد و دیگر زمانی که اسلام آمد در این سرزمین پهن شد و این بگیریم که امی هویت تاجیک بیشتر به همون زمان اشاره می شود و امی نظریه که دانشمندای اروپایی پیشنهاد کردن در این مورد است و با برگردم به خودی استاد عینی. استاد عینی می گفت که مردمایی که تاجدار بودن یعنی که امی مردمای ایرانی تبار که می بینی حالا در بدخشان ما و در منطقه کوهستانی ازبکستان، شمالی پاکستان، افغانستان، همیشه در روزهای عید، مراسمایی که برای اونها مقدس هستند، خانم‌ها کلاه داشتن، مردم کلاه داشتن و این شاید یک اشاره بود که دیگر مردم از اینا میگفتن تاجدار، یعنی کسی که تاقی داره، به عباره امروز بگوییم از او اشاره شد، یعنی که هویت مردم مثلا با سر لباس یا یک تاقی کلاه بگیریم که بیشتر افاده میشد و استاد عینی این معنی را گفته است، یعنی که تاجدار که امروز گویا که یک کسی که افتخار دارد، یک کسی که از دیگران بزرگتر بالاتر است، این معنی نداشت، یعنی کسایی که همیشه تاج داشتن و حالا هم که میگم در زیاد مراسم که ببینی و شمالی پاکستان هم که برای در چین هم امی لباس پوشی خاصه مخصوصا زناست، مردم داشتن. ولی نظریه که در اینجا است بغیر از این یک تعداد دانشمندا و خودی پرویز ملاجان هم بر اون است که این مفهومی تاجیک این اصلا هیچ رابطه با تای یا تازیک عربی ندارد. حتی این یک چیز بسیار خوبم اونجا بحث زیر سوال آورده است که مثلا تای عربی با تا نوشته می شود ولی تاجیک با تی عادی ساده بگیم نوشته می شود و وقتی که ما کلمه را از زبان عربی میپذیرفتیم ما در شکل نوشت عربی اون را میپذیرفتیم، یعنی که با تای نبگیریم که ساده تاجیکی نمی نوشتیم، یعنی در مو شکلی که داشته است. و نظر پرویز ملاجان این است که هنوز این نیاز به پژوهش و آموزش بیشتر دارد
که شاید آینده بیشتر معلومات پیدا شد، ولی یک نظریه که بیشتر شاید حالا سریع توجه است، امی خودی مفهوم در زبانهای ایرانی شرقی باید پیدا شود، نه کلمه عربی. و مثلا بگیریم در زبانهای سغدی قدیم، در زبانهایی که امروز به اصطلاح پامیری هستند، تت میگوین از پدر. تت یعنی که خانوادگی. و زیاد وقت مثلا ما که من نام فامیلی را میگیریم یا به زبان انگلیسی امروز که سرنیم میگن، یعنی که از پدر، نام پدرای ما، مثلا نام پدر بزرگیت فلان، یعنی تت یا تات. و شاید که ما و تاتیام یک گروه قومای ایرانی تبار بودن که در آذربایجان و داغستان یعنی جنوبی روسیه هستند. و این فکر میکند که بیشتر در اونجا پیدا کردن، یعنی در اساس آموزش این پیدا میشود. و یک نقطه دیگر هم زود بگم، و یک تعداد یک دانشمند آلمانی هم رساله دکتریش سال 1994 در آلمان دفاع کرده است. در اونجا میگه که تاجین، و ایره یوسف شاه یعقوب هم در یک مجموعه کتابی که در مورد تاجیکا نشر شده است در تاجیکستان، راستش مؤلفش خوب یادم نیست، ولی یک مجموعه مقاله است، در اونجا ایره آورده است که همون تاجین که در زبان اوستایی است، شاید که همون اشاره به بعدن یعنی که مبادل شده است یا تبدیل یافته است به تاجیک. یعنی که مفهوم بسیار پیچیده از اونی است که یک تعداد امروز دیگر ایره پذیرفتن یا دیگر فکر میکنن که شاید همی مفهوم اشاره به عرب است یا وقتی که مسلمان شدن تازه شدن و ایره به چالش میکشه. یک توقیم پوشم بسوزان کمتر. منم دارم یک توقیم بپوشید، داشته باشید مرحمت بپوشید. انا مرحمت بسوزان کمتر. اینم که گفتین در مورد انا توقیم، در مورد تاقی که یعنی همیشه تاجدار اشاره به اون که این فقط مردان نه و خانم‌ها. زیاد وقت که ببینید در عروسی و در روزهایی که جشن‌های مثلا فرهنگی و مذهبی است، همیشه مردمایی که در دامنه کوه هستند، در دامنه کوه‌های پامیر، در پاکستان، در چین و در ازبکستان هم که بیرونتر از منطقه‌های مرکزی هستند و در خود شهر بخارا و سمرقند دیگر مناطق ازبکستان هم می‌بینی که زیاد وقت تاج داشتن. و این اشاره به همون است که یعنی کسایی که تاج دارن.